وای سانحه سازی عمدی برای قطار ترانزیتی افغانستان. پرسنل راهن شرق دارن زبانه سوزن ایستگاه میوتک رو باز میکنن که قطار نتونه از ایستگاه خارج شه. من گفتی دستور دادم زبونه رو باز کنن. من دستور ندادم، دستور مدیر. شما حراستی دستور دادی زبونه خط رو باز بکنن. این هم لوکوموتیو که لوکوموتیو از سد خارج بشه. شما باید بگی سنگ بزن. آقا هر روز شما تمام پیچ‌های خط رو باز کردن که قطار سانحه بده. تمام این پیچ‌ها رو باز کردن. تیغه سوزن رو باز کردن که قطار سانحه بده. تو از کجا اومدی؟ مامور آقا به ما گفتن آقا برو بود. مامور کی؟ مامور خط. مامور کدوم ایستگاه؟ همین ایستگاه تمام ایستگاه این سنگان همین. تو مامور کجایی؟ تو مامور کجایی؟ ما مامور راهن خط. کارت شناسی. آقای دکتر. کارت شناسی. خودش. آقا جان شما میدونی وقتی داری این خط رو باز میکنی این لوکوموتیو داره میاد شما داری خط باز میکنی. پیش رو ببر سر جاش. بیا ماچارا شما. بیا ببن پیشا رو. آقا پیشا رو ببند. نگاه کن تو آتش بازی منو در نه. پیشا رو ببند. آقا برای چی خط رو باز کردی کارو داری میبندی خب. نگاه تمام اینا رو باز کردن که قطار سانحه بده. این هم راهن شرق. آقا پرسنل کجای شما؟ کجا بلند بگو. کی گفت اینا رو باز کنین؟ بالا دستور دادن. بالا کیه؟ بالای راهن شرق کی که دستور داده؟ بالاش اسمش رو نمیدونم. این همون سوزنیه که پرسنل راهن باز کرده بودن در حال عبور دیزل. آقا شما بازرسید دارید میگید امنیت خط. دارم فیلم میگیرم. میگید امنیت قطار. سوزن باز میکنید که قطار سانحه بده. شما مردین یا یه مش نامرد